بفرمایید. هلاکت و زخمی شدن بیش از 220 نظامی تروریست آمریکایی فقط در یک روز. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد در تداوم هجوم مقتدرانه به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه تعداد زیادی از سربازان و فرماندهان ارتش متجاوز آمریکا به شرح زیر کشته و زخمی شدند و خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌ها و منابع آنها وارد گردید. سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا اعلام کرد در تداوم هجوم مقتدرانه به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه تعداد زیادی از سربازان و فرماندهان ارتش متجاوز آمریکا به شرح زیر کشته و زخمی شدند و خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌ها و منابع آنها وارد گردید. 1. تعداد 21 کشته و تعداد زیادی زخمی از ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در منطقه. 2. حدود 200 کشته و زخمی در پایگاه آمریکایی الزفره. 3. هدف قرار گرفتن شناور نفتکش با مالکیت آمریکا در شمال خلیج فارس.